دوستان گرامی امروز صبح بر وقت ما با یک خبر خوش تاب شما رو بریده میگردیم. دسته منتخب تاجیکستان در بازی دوستانه و تجربیش با دسته منتخب گونگ کنگ که این دسته هم در جام آسیا اشتراک میکند با حساب 2-1 غلبه به دست آورد. در این برابر دسته لبنان که در این گروه هست با عربستان سعودی هم یک وخوری انجام داد و این وخوری با شکست لبنانی ها با حساب 1-0 جنبش شد. دسته منتخب تاجیکستان نشان داد که تیاری‌هایش خیلی خوب است و اکنون تا بازی‌های جام آسیا همگی 9 روز دیگر باقی ماند و دسته منتخب تاجیکستان در بازی اولش با دسته چین قوه می‌آزماید. حالا ما چون این بازی مخفی بود، سری بود، یعنی گرفته نوارها و حتی خوب صورت‌ها هستند و دست ما رسیدن طوری ببینید اینجا تسجیل گل شهرام سمیف است. ما می‌خواهیم درباره این حالت این بازی با صورت‌ها به شما حکایت کنیم. سرمربی دسته منتخب تاجیکستان در بازی با دسته گونگ کنگ این هیئت را به میدان آورد. نورالدین حسنوف در دروازه، بعداً دیگر بازیگران علیشیر جلیلوف، زویر جورابویف، منوچهر سفروف، وحدت حنانوف، پرویزجان عمربویف، امیربек جورابویف، رستم سوئیروف، احمدونی کمالوف، احسانی پنجشنبه و احتم نظروف. طوری می‌بینیم این هیئتی که حالا انتخاب گردید، چون در دروازه ما رستم یتیم‌فرونا می‌بینیم او لد برداشته بود و از دسته در تنهایی مشق را دایر میکرد. پس معلوم میشود که حالا او با پورگی شفا نیافته است و از این جانب نورالدین حسنوف در دروازه است. شاید نورالدین حسنوف در دروازه بودنش آن را هم نشان دهد که او امروز خوبتر و بهتر تیار است. خوب بازی چونه که شما الکی پای بردید با حساب 2-1 به نفع تاجیکستان انجام یافت و در دقیقه 25 رستم سوئیروف توپ را به ثمر رسانید. بعد 7 دقیقه این وخوری، دقیقه 8 اورتون کامارگو توانست یک توپ را به ثمر رساند و حساب را برابر کند. این دقیقه 33 بود و در نیمه دوم فوتبالبازان ما باز هم بهتر بازی کردند و شهرام سمیف در دقیقه 51 توپ را وارد توی دروازه منتخب گونگ کنگ کرد. یادداشت می‌شیم که پیش از این گونگ کنگ با دسته منتخب چین که از گروه تاجیکستان هست یک بازی دوستانه انجام داد و اون وخوری با نتیجه 2-1 به نفع فوتبالبازان گونگ کنگ انجام یافته بود. اما این بازی‌های تجربوی و دوستانه هستند ولی به هر نوع غلبه یک روحیه نوی به فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان میبخشد که بازی‌های جام آسیا را محض با چین که بازی اول روز 13 در نظر است با یک روحیه بلند برپا نماید و در آن غلبه کند. در صورت غلبه کردن در بازی اول امکاناتی به دور بازی‌های من بعد گذشته تاجیکستان الکی بعد دور یکم معلوم خواهد شد. خب بعدا قطر و بعدا لبنان. خب این بازی‌ها رو ما انتظار می‌شویم. گروه ایجادی ما هم با قطر حالا سفربر شده است و به قطر سفر می‌کند و از اونجا گزارش‌های مستقیم و همچنین گزارش‌های تحلیلی زیادی رو خواهید دید. حالا باشد دسته منتخب تاجیکستان باز تا 7 دکبر در ابودابی امارات متحده عرب باقی میماند و بعد از آن روز 8 الکی در قطر می شود و ما هم طوری گفتم گروه ایجادی ما هم سفر میکند و اولین گزارش‌های ما رو شما از دسته منتخب تاجیکستان روزهای 11 و 12 انتظار شوید.